رفقا، من فرهادم با کانال دیپسی دامینیشن. تو این قسمت کار نهم حشمت رو میبینیم. بیشتر از این طولش نمیدم، پس بریم. راستی یه چیزی یادم رفت، اون پایین است، لایک کنید و سابسکرایب کنید. اون پایین تر توی دیسکریپشن هم یه دونه لینک تلگرام هست، اونجا هم ما رو همراهی کنید. برنامه داریم. بعد تمیزکاری قبلی دیدم که اون کارا زیاد با روحیه من سازگار نبود، خیلی محیط کثیفی بود. برای وارد کار تعمیرات، دیزاین داخلی و اینا شدیم. الان هم میخوایم اینجا رو به راه کنیم. اول میبینیم چیا رو میشه فروخت. همش سوده. چه فروخت؟ اینا رو هم که نمیشه فروخت. خب یه چیزی نما یه چند تا پوستر هست، اینا رو صاحبش گفته بفروشیم. خب اینجا هم یه پوستر رو زمین، اینا رو هم میفروشیم. خب یه چی من 2 تا پوستر دیگه مونده، کجاست؟ یکیش اینه، یه 2 تا دونه رو پوستر مونده که اینه. این یکی هم اینه دیگه. اینجا چیزی واسه فروش نداره، بریم اول بفروشیم. داخل خونهشون اون صندلی فروشیه، این هم فروشیه، این هم فروشی. خب اینجا چقدر هم ریخته است، چیزی نمون که ما نفروخته باشیم. خب داخل اینجا هم یه چیزی نیست. چرا؟ اینجا چیز واسه فروش نداره. خب ست ها بفکام اینا رو میخواد بفروشه. این هم فروشیه دیگه. یه دستمال توالت مونده که نمیبینم. خب بخدا اینجا همیشه فقط اشغال ریخته. بریم بالا. خونهشون پارتی گرفته بودم فکر کنم. اینجا کاری نداریم. اینجا هم که کثیف و آشغال ریخته. اینجا هم که آشغال ریخته. خب این دستماله رو پیدا نکنم. اینا یه دونه کنترل تلویزیون هست که اینه. 4 تا هم توپ، یکیش اینه. خب این هم هست. خب حالا بریم از بیرون شروع کنیم به تمیزکاری. اول آشغالا جمع میکنیم. همه جمع دارتون یه حرکت بزنم. بله نشد. حرکت 10 امتیازی. اونجا فقط کثیفه. خب بریم داخل تمیز آشغالش جمع کنیم. خب اینجا تمیز کنیم.
آشغال دیگه نیست. اینجا دیگه اینجا هم آشغال نیست. طرف ببندیم بریم بالا. خب بس ببینم اینجا هم آشغال نیست توی اتاق، فقط آشغاله. اینجا هم دیگه آشغالی نیست. کفش هم که تمیزه. آره اینجا هم دیگه آشغالی جمع شده. اینجا که اصلا کار نداشتیم. خب همه چیز هم جمع کردیم. رفت آشغالی. حالا حرکت سمتیازی بود اون حرکت. خب حالا باید بیفتیم به کفش. هم اینجا شروع میکنیم. محکم بکش محکم. خب اینا هست. این 6 تا دیگه لکه کثیف هست اینجا. نگاه کنیم کجا پیدا میشه این لکه. تمیزه. نه اینجا که تمیزه. اینجا یه چند تا لکه هست. شاید رو زمین مونده پاک نشد. مثل محکم بکشم ببینم پاک میشه. آها 6 تا بود شد 3 تا. خب فکر کنم دیگه اینجا نیست. دستمان مسابقه که کثیف. خب محکم بکش. اینجا شاید باید بسا یک 2 تا دونش رو پیدا نکردم. 2 تا از اکه ها کجا یعنی هستن. دیوار رو چک کردیم. ببینیم پشت اینجا تمیزه. دک و دیوارم بهش لکی نیست. خب اینجا 5 تا لکه داره. این 2 تاش پاک شد 3 تاش. ای بابا اینجا هم 2 تا موند. اون بالا نیست. فعلا که نمیبینیم. بریم داخل ببینیم بقیه. از همین دم در باید شروع.
این ساعت هست. اینجا تمیز شد. مثلا 2 تا لکه اون پایین بود. خب لکه ها اینجا پاک شدن. آره کارم به حد قابل قبول رسیده، ولی من تا وقتی کار رو تمیز نشه کاملا خونه تحویل نمیدم کار. اینجا هم هیچی نداریم. بریم پایین. خب 2 تا لکه دیگه مونده. آینم این 2 تا لکه دیگه. کم بکش ها. دو تا دیگه لکه اینجا مونده. کدومه؟ 2 تاست. خب باید یه سری چیزا بخریم. چقدر لیمون نمیره. این هم هست. این تمام شد. خب دیگه باید یه دونه تلویزیون بخریم. خب تلویزیون دیواریه. نمیاد از اینا. خب اینو کجا بذاریم؟ اینم رسید جا. گلدون
اینجا بذارم که دست برسه به ای بابا مثل کلش بخوره بهش. خب اینم از این آقا. کارمون تموم شد و خونه کاملا تمیز شد. آره اینجا هم اشتباه میکنم. خب بریم یه جا دیگه رو تمیز کنیم. ای بابا خب اومدیم اینجا رو درست کنیم. دیزاین اوناش با ماست. لب ساحل هم از شمالیم. در وا کرده. خب بریم چی واسه فروش دارن. خب هر چی واسه فروش دارن رو هیچی هم نکن. یا کاری نداریم اینجا. باید اونا رو بخریم. خب اینا رو باید بفروشیم. میدونم. خب اینا هم فروش دیگه چی. خب این بقیه اتاقا رو چک کنیم. اینجا هیچ باید همهاشون بانشون رو بفروشیم و اون هزینه بخریم. خب فعلا نمیخرم چون کثیف. خب چیزی به نظر نمیاد. دیوارا تمیز کنیم. کفم تمیز. این سنباته هست فکر خود چیزه. خب این هم هستی. سایزش هم میشه بسی. اینقدر بس. خب شما همین فعلا بسه. بسرش. خب تموم شد. خب فکر کنم باید کلشو یه دست کنیم. آدر ببنم. اینم دیگه آخرین سرامیک همون کاشی. آخرین کاشی همونه. ای بابا تموم شد. بازم بده. کاش
اشیامون دیگه هفتیمون هم تموم شد. عالی. خب دیگه کاری نداریم کامل. عالی. در اینجا رو ببند. هیچ کاری دیگه نداره. بله تموم شد. کاملا تموم شد. اینجا هم کاری نداریم. اینجا هم باید کاغذ دیواری بزنیم مثل اینکه. اصلا یه دوتاشو بزن یا یکیشو؟ خب همه یه دونش هم میزنه بس. آرشا خب ای بابا یه دونه دیگه. خب سقف هم میشه سقفش اون رنگی بذار. فقط اینجا رو نکنه بخوام کنم فقط اینجا رو میخواست ما کل اینجا بله فقط این بالا رو میخواست ما کلش رو کشیدیم و آقا کف دیگه نزد. حالا که کلش زدیم بذار آقایش هم بزنیم. خب آره با هم شد تازی برامون بسا بازم بخواهیم دیگه یه گندی زدیم حالا دیگه باید همه رو چیز کنیم کاغذ دیواری بکشیم. سقف هم الان کاغذ دیواری میکشم. کفم میکشم آرش اینطوری. سقف رو میخواستم از اون رو بکشم. سقف از این مورد حالا به هم دیگه میاد. حواسمون باشه یه چیز نکنیم دارم که برام مونده خواستم بزنم. اگه یه وقت اشتباه هم زدیم میشه درستش. نه از اینجا و خب سقفش ها که زدیم. خب حالا یه تیکه مونده اینم بزنیم. خب آقا عجیب خودمون کل خونه رو کل این اتاق ها که میخواستن ما عجیب خودمون چیزی دیدیم. میشه آقا برو خودمون نمیاریم دیگه. هم که نمیتونیم چیز کنیم. خدافظ. خب اینجا چیکار بکنیم؟ رنگ میخواد یه چند وسیله هم باید بخریم. اینجا چیز فروشی که نیست. بس کف باید تمیز کن محکم. خب 13 تا
لک هستش که باید تمیز بشه اینا. خب عالی عالی. خب دیوار تمیز شد. 2 تا دیگه مونده لک. تموم شد لک ها تموم شد. خب حالا باید چیکار کنیم؟ این رنگ رو کجا میخواد بزنیم؟ کفوشه؟ آره کفوشه. کفوشه میخواد اونجا بزن. خب تموم شد. خب این از کفوش. خب اینجا رو هم میخواد کنم. اینجا رو میخواد رنگ. بله رنگ بخریم. تا اون بالا رو میخواد رنگش. ببینم چه رنگی است که به بقیه خونه نمیخوره. کارمون واسه شو قابل قبوله ولی واسه خودم قابل قبول نیست. برمیگردیم تو رنگ ها پر رنگ بشه. تموم شد. خب این هم هست. خب حالا باید چیکار کنه؟ براش میگه ذره کمدی. یه چی میخوام اصلا گرفت. آره گرفت. 4 تا میز. یه دقیقه. خب من برم این و حالا بزن. خب خب اینم از این و کار اینجامون هم تموم شد. در خونهشون میبندیم و میریم. آقا این کار تموم شد. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید. تو قسمت بعدی میبینمتون. فعلا بای.